لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید و گونه هایت دوش یار معرب که غرور تو را هدایت می کند و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جای برای زیستن، اندک جای برای مردن. کوها با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمی کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفان‌ها در رقص عظیمی تو و شکوهمندی نلبکی می نمازند و ترانه های رگ‌هایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آتشی است و دوستان که یاری می دهند. بچه خوشبختم که تو رو دارم. بخواب عزیزی. باشه میخوابم. معشوقه جان ببخش که دیوانه‌ات شدم. دیوانه جان برای تو عاشق شدم. کم از این نوبخت شد. خب از دل برای شو چی بیارم؟ برای شو بچه دلش انار میخواه. بچه انار میخواه یا مادرش انار میخواه؟ هر دوش میخواه.
سلام. سلام. علی بخیر. و بهترین مادر دنیا انار آوردیم. سلامت باشی. هم کالا یک بدل کنم زدیم. راستی ببخشید امروز بهی مریض زیاد بوده نتونستیم مواد بگیرم. خب. فکر کنم تو هم زیاد مصرف بودی؟ نه من گفتم مزاحمت نشم. خوبی؟ خاطره تو رو چی شده؟ چیزی نه. خاطره چی است؟ چیزی نه. خاطره تو چی کردی؟ چیزی نه. خاطره راست خود بگو. مگه من برات نگفتم سر هیچ کسی اعتماد نکن؟ چیزی نکردم من. خاطره مگه برات نگفتم؟ مگه نگفتم بودم سر هیچ کسی اعتماد نکن؟ خاطره او به من قول داد. خاطره مگه نگفتم این چیزا؟ فقط مال کتاب و فیلم هست. خاطره تو چی کردی؟ تو حیات خودت تباه کردی. خاطره دیوانه مگه نگفتم بابا اعتماد نکن. او به من قول داده. او تو رو به خاطر خودت نمیخواه. لعنتی تو چی کردی؟ با من قول داده او. لعنتی با من عروسی میکنه. تلفن را که شما به تماس شده اید خاموش و یا The number you have dialed is currently either switched off نیستی؟ چی میگی؟ دیگه من مهم نیست. دیگه من مهم نیست.
خاطره سلام. تو اینجا؟ دیدی سهرا؟ سلام خاطره خوبی؟ عزیزم خوبی؟ حال خوبه؟ باش خوبی؟ تو چه داری؟ تشکر چه خبر خانم؟ خیرتی؟ آمدی بخیر. تشکر سلامت باشید خاطره عزیز. خب آخر کار خود کردی دیگه. رفتی برای تحصیل. چیکار کنم؟ گفته بودم باید به آرزوهای خود برسم. نه کار خوبی کردی. تو چطوری خوبی؟ من خوب هستم تشکر. آها میدونم تعیینات اومده برید. چاق شدن زیاد؟ نه فکر کنم من باید به زودی خاله شد. تو داری خاله میشی نمیشه با. خوبی خاطره؟ خوبه. ببین لالا جان کی هستی شما؟ سعی که بیادر جان من یه وقت دارم نه حوصله دارم. لطفا اگه میشه خود معرفی کنی اگه نه مزاحمت نکنی. ببین من با تو به زبان خوش کم زدم. لالا میگم برادر میگم کدام احمق هستی تو؟ ما اجازه نمیتونم درباره خانم گپ بزنی. لوده